اگر کابل مثل دبی بود، کابل شهری که تاریخش به هزاران سال قبل برمیگردد، با کوههای بلند و کوچه‌های باریکش، یکی از زیباترین پایتخت‌های آسیا بود. اما حالا اگر چشمانت را ببندی و تصور کنی که کابل شبیه دبی شده، چه اتفاقی می‌افتد؟ آسمان خراش‌ها در قلب کابل. تصور کنید که در مرکز شهر کابل برج‌های شیشه‌ای و سر به فلک کشیده وجود دارد، مثل برج خلیفه یا برج العرب. خیابان‌هایی که همیشه پر از ماشین‌های لوکس هستند و جاده‌هایی که بدون چاله و خاک در تمام شهر کشیده شدند. در این کابل خیالی دیگر خبری از ساختمان‌های نیمه ویران و کوچه‌های خاکی نیست. هر گوشه شهر فروشگاه‌های مدرن و مال‌های بزرگ ساخته شده‌اند. امنیت و تکنولوژی در کابل جدید یکی از بزرگترین تفاوت‌های دبی و کابل امنیت است. در کابل خیالی ما دیگر خبری از ایست‌های بازرسی، انفجارها و ترس از ناامنی نیست. مردم با آرامش در خیابان‌ها قدم می‌زنند، شب‌ها بدون نگرانی از خانه بیرون می‌روند و هر گوشه شهر دوربین‌های مدرن امنیتی نصب شده است. وایفای رایگان در همه جای کابل فعال است. ایستگاه‌های تاکسی‌های هوشمند، متروهای زیرزمینی و حتی خودروهای خودران در خیابان‌ها در حرکتند. اداره‌های دولتی دیگر نیاز به کاغذبازی ندارند و همه کارها با یک کلیک انجام می‌شود. تفریح و گردشگری در کابل مدرن در دبی. گردشگران از سراسر جهان برای دیدن سواحل زیبا، پارک‌های آبی و مراکز خرید مدرن می‌آیند. حالا تصور کنید که کابل هم تبدیل به یک مقصد گردشگری شده است. دریاچه غرقه دیگر فقط یک جای معمولی نیست، بلکه با هتل‌های 5 ستاره، کشتی‌های تفریحی و جشنواره‌های شبانه یکی از محبوب‌ترین مناطق گردشگری جهان است. بند امیر مثل مالدیو شده، با ویلاهای شناور روی آب. دره پنجشیر به منطقه‌ای شبیه سوئیس تبدیل شده، جایی که اسکیبازها در زمستان از کوه‌ها پایین می‌آیند. ثروت و رفاه برای همه در کابل جدید. دیگر کسی در کنار خیابان گدایی نمی کند. فقر وجود ندارد. همه شغل دارند و مردم می توانند زندگی راحتی داشته باشند. کارگران افغان که روزی برای پیدا کردن کار به کشورهای دیگر می رفتند، حالا در همین کابل با حقوق بالا و شرایط عالی کار می کنند. برق 24 ساعته بدون قطع شدن تامین می شود. آب آشامیدنی تمیز در همه جا در دسترس است. بیمارستان‌ها مجهز به پیشرفته ترین دستگاه‌های پزشکی هستند. دانشگاه‌های کابل در لیست بهترین‌های جهان قرار گرفتند و دانشجویان از سراسر دنیا برای تحصیل به اینجا می‌آیند. تغییرات اجتماعی در کابل مدرن، مردم از قومیت و مذهب یکدیگر نمی‌پرسند. هر کس سبک زندگی خودش را دارد. زنان بدون ترس در جامعه حضور دارند، کار می کنند، درس می خوانند و در سیاست نقش دارند. مدیران و سیاستمداران دیگر به جای فکر کردن به قدرت، به پیشرفت افغانستان فکر می کنند. مردم با هم مهربانتر شدند و رسانه ها به جای پخش اخبار ناامید کننده. خواست توجه کنید به خبری که تازه به دست ما رسیده. دو منبع و تولو نیوز میگویند که رئیس جمهور غنی کشور را ترک کرد. درباره موفقیت‌ها و پیشرفت‌ها صحبت می‌کنند. اما آیا چنین چیزی ممکن است؟ کابل می‌توانست شبیه دبی شود اگر در چند دهه گذشته جنگی در آن رخ نمی‌داد. افغانستان منابع طبیعی زیادی دارد، موقعیت جغرافیایی خوبی دارد و مردمش سخت‌کوش و با استعداد هستند. پس چرا هنوز مثل دبی نشده؟ پاسخ ساده است: جنگ، فساد و سیاست‌های نادرست. اگر این مشکلات حل شوند، اگر مردم و رهبران کشور به پیشرفت و اتحاد فکر کنند، شاید روزی کابل بتواند به یک شهر مدرن و پیشرفته تبدیل شود. تا آن روز، تنها کاری که از دست ما برمی آید این است که با امید و تلاش به آینده‌ای بهتر فکر کنیم. شاید کابل روزی آن شهری شود که همیشه در رویاهایمان دیده ایم. خب دیگه،
اگه حال کردین با این ویدیو یه لایک بزنین که بدونم انرژی گرفتین. توی کامنت ها حتما بگین که شما اگه جای تصمیم گیرنده ها بودین افغانستان رو چطور میساختین. اگه هنوز سابسکرایب نکردی بیا دیگه رفیق، سابسکرایب کن و اون زنگوله رو هم بزن که با هم بریم سراغ ویدیوهای بعدی. مرسی از دلگرمیتون. خیلی زود برمیگردم با یه موضوع داغ دیگه.